سلام بچه‌ها، بعد از 2 هفته سابینا برگشت. توی این ویدیو میخوایم با هم چمدون ببندیم. برای کجا؟ حدس بزن. برای ایران. پس فردا بلیطمه. امشب میخوام چمدونمو ببندم. پس فردا صبح ساعت 6 صبح باید ایستگاه قطار باشم. و اینکه خیلی ذوق دارم. میخوام توی این ویدیو یکم با هم راجع به صحبت کنیم که چه حسی دارم که بعد از 1 سال میخوام برگردم ایران و اینکه با هم چمدون ببندیم. خب اول میخوام سوغاتیایی که خریدم واسه هر کس رو بهتون نشون بدم. خیلی ذوق دارم. خب کلا من 6 ماه رفتم سر کار، بعد کل اون پولی که 6 ماه جمع کردم و دادم واسه پول ایران اومدنم بگذریم. برای داداشم اول بهتون نشون میدم. قیمتش رو بپوشونیم. نفهمم چقدر خریدم. یه تیشرت خریدم. داداشم یکم گنده است. یه تیشرت، یه شلوارک خوشگل. بچه یه دونه شورت برای داداشم گرفتم. درسته نشونش بدن؟ نمیدونم درسته یا نه، ولی بابا نوئل داره روش. خیلی باحاله. بابا نوئلی داره که اینجوری کرده. بابا نوئله. خیلی دوستش دارم اینو. یه دونه هم پیرم براش گرفتم. تادا! خیلی خوشگله چیزاش. اینو از اسپانیا برای مامانم خریدم. رفته بودم سفر. اینو دارم براش میبرم. اینو برای خواهرم گرفتم. یه ست براشه با چیزای آرایشیه. من برای نینیمون گرفتم کلاه حمومه. اینو برای چیز گرفتم. دختر خالم. این کوله رو براش گرفتم. خیلی خوشگله. بچه خودم خیلی ذوق دارم. هیچ وقت نمیگم. این کل هدف کار کردنم این بود که بتونم برای کسی که دوستشون دارم یه چیزی بخرم. یه 2 تا از اینا گرفتم برای من. مامان بابام اصلا جدا شدن. یه دونه برای خونه مامانم اینا گرفتم، یه دونه برای خونه بابام اینا. خونه خودمون نیست، خونه مامانم اینا، خونه بابام اینا. من خونه‌ام فرق داره. واو. آره. اینو واسه خودم گرفتم به خاطر اینکه فاکینگ 9 ساعت توی فرودگاه باید بمونم. این کرمه رو برای مامان بزرگم گرفتم. کرم چین و چروک و ایناست. اینم برای مامانم گرفتم. قهوه استارباکس برای خونمون. obviously. اینو اون برنده با هم کار کرده بود، به هم چیز داد، واسم فرستاده بود وسیله هاشو. اسم برندم نمیتونم تلفظش کنم. این چیز کردم، استفادهش نمیکردم، دارم میبرمش برای مامانم. 2 تا قرص ویتامین و منیزیم. خیلی ذوق دارم برای اینا. 2 تا صابون خر که مامانم دهنمو سرویس کرد یکم، که برای اینکه هی هر روز زنگ زد و میگفت صابون خر برام بخر. anyways برند کیکو تخفیف زده بود. بعد رفتم برای مامانم 3 تا لوازم آرایشی خوشگل ایتالیایی نازنازی خریدم با پول خودم. خیلی خوشحالم، خیلی خوش میگذره. بچه‌ها اینو ببینید. آخه اینو ببینید. برای شیپر هاپون پلیمر خریدم. خدا خیلی خوشگله. روش پنجه داره. مامان امیدوارم اندازه‌ای که خودم ذوق دارم براشون ذوق کنن، چون که اگر نه خیلی ضایع میشه. سوغاتی بابامه. برای مامانم هم اینطور. برای مامانم یه دونه اینم گرفتم، یه پیرن پلنگیه. درش نمیارم، درش بیارم دهنم سرویس میتاش کنم دوباره. یه پلیور این جنسی هم برای بابام گرفتم. اینا برای دوستامه. یه دونه بیکینیه برای دوستام. یه تاپ برای فرنازه. حتی من سوغاتی کی از همه بهتره؟ سوغاتی نیلو. این یه سوغاتیش. یک بسته 5 تیکه‌ای از جیم شارکه. خب بچه‌ها میخوام همزمان که دارم چمدون جمع میکنم براتون تعریف کنم که دقیقاً چه احساسی دارم نسبت به اینکه دارم میرم ایران. اولش قبل از اینکه اصلا تصمیمم قطعی شه و کارت شهروندیم بیاد، چون تا وقتی که کارت شهروندی نداری
تایم ویزا تموم شده و تو به جز حوزه شینگن اجازه نداری جای دیگه بری، یعنی نمیتونی بری ایران برگردی، یعنی بری دیگه نمیتونی برگردی، مشکلش اینه. و خیلی این شکلی ریسکی بود که ممکن بود بیاد کارتم، ممکن بود نیاد. و وقتی که ممکن بود نیاد خیلی عجله داشتم برای اینکه برم ایران و همش این شکلی بودم که وای بیاد فقط بلیط بگیرم. وقتی که کارتم اومد و بلیط گرفتم، برای 40 روز بلیط گرفتم، یهو اون حس ذوق خوابید و یه حس ترس و یه حس این که خب من الان این همه خونه زندگی که ساختم و یعنی ول کنم دوباره برم 40 روز پیش خانوادم، بعد از 40 روز برگردم، من چه حسی دارم؟ من دوباره باید درد مهاجرت رو دوباره تجربه کنم، دوباره عادت کنم تنهاشم، نمیدونم 1000 تا استرس الکی اومد سراغم که آخ الان خونه زندگیمو ول کنم، الان از کارم استعفا بدم، دوباره کار پیدا کنم تو این مثلا سختی کار پیدا کردن که بقیه دارن. خلاصه که خیلی استرس گرفتم بعدش و تا یه تایم طولانی، یعنی مثلا تا همین 2-3 روز پیش کاملا ذوقم کور بود و اصلا حتی اونقدر دیگه دوست نداشتم برم. اینجوری بودم که مثلا الان عادت کردم به ندیدن خانواده، عادت کردم به ندیدن دوستام و تنهایی و دوباره برم دوباره ریست میشه همه اینا. ولی از 2-3 روز پیش که نزدیکش شده که مثلا رفتم سوغاتی‌ها رو خریدم میخوام چمدون ببندم، دوباره یه ذوق خیلی زیادی اومده سراغم که شاعر میگه ای بهاره یاسمون عیده میرم به خونمون داد میزنم ای جان ای جان دارم میرم به تهران دارم میرم به تهران. خیلی خوشحالم. چون دارم میرم خونمون خیلی حس عجیبه که دارم از خونم میرم خونمون، همه چی دوباره اونجا دارم، خیلی حس عجیبیه. ولاگ بعدی یعنی ولاگ سفرم که پس فردا میرم، از فرودگاه تا زمانی که میرسم مامانم اینا رو میبینمتون. بای بای.